چقدر پول میخوای ها؟ چی؟ پولو میگم، هر چقدر میخوای بگو برات میارن. چه پولی؟ ها؟ چه پولی؟ از کدوم پول حرف میزنی؟ زنی که بی همه چیز ها؟ عادت کردین همه چیو با پول حل کنیم؟ ها؟ کی از پول حرف زد؟ خیال کردی دو تا اسکلت میندازی تجربه ساکت میشم، ولی کور خوندی. چنگیز بابو گلابی نیست دختر. اگه شما پول دارین ما هم شرف و حیثیت داریم. پول میده. اینجوریه؟ زندگی ما به فنا دادی. راه افتادی اومدی گفتی گند زدی به زندگی، بعد رفتی گفتیم راحت شدیم. آخش چه عجب. ولی نه، سرکار خانم بازم برگشت. بعدش هم رفتی زن اون مردی که کمیسر اخراجی شدی. توف. خیلی سر به سرم گذاشتی خانم معلم. تو این زندگی یه امید داشتم. تو زندگی یه کورسو امید برام پیدا شده بود. اون آبجوخوری آخرین شانس زندگی بود خانم معلم. ولی اون شوهرت با بیرحمی اونم ازم گرفت. رفتم به خدمتش برسم ولی رفت قایم شد. برای چی؟ چون شوهرت مرد نیست. داد سگاش منو زدن. میبینی؟ میبینی؟ این جای دندونش سگاشه. میبینی یا نه؟ یا به نفعت نیست ببینی؟ اون وقت هم حالا میخوای منو بزنی؟ تا الان شما زندگی رو به کامم زهر کردین. حالا نوبت شماست ببینین تلخی چه مزه‌ایه. اینو بدون. نمیخوری؟ باش. گامبالو بخواب دیگه عزیزم. بالاخره چنگیز خان تشریف آوردن. آخه کجایی تو مرد؟ ای بابا پناه بر خدا، تو خجالت نمیدونی یعنی چی؟ شوهرمو کتک زدی بس نبود، اون وقت این وقت شب اومدی دم در خونمون. ملک اینجاست؟ چی؟ باید با ملک حرف بزنم. برو پی کارت، مثل اینکه مغز خر خوردی. نصف شبی اومدی ملک رو ببینی؟ میخوام چند تا سوال ازش بپرسم. میگی بیاد یا نه؟ ملک ملک عمو سینا، گامبالو دستمو ول کن. باید برد تیمارستان بستری کرد. نصف شبی رو افتادی اومدی زنگ در خونه مردم میزنی، پر رو میگی بچت بیاد میخوام باهاش حرف بزنم. آخه چی حرفی داری تو با اون بزنی؟ میگم فقط میخوام چند تا سوال بپرسم. چرا نمیفهمی؟ چیشو باید بفهمم؟ یهو عین چنار اومدی در خونم سبز شدی. شعله حسل گم شده، پیش آیشنم بر نگشته، نگران زنمم. میخوام بپرسم ببینم ملک دیدتش یا نه. یعنی چی پیش آیشنم بر نگشته؟ با آیشن چی کار داره؟ با آیشن زندگی میکنه. بی چشما رو اومده دیوار به دیوار خونه ما. شنیدی گامبالو؟ مامان اومده نزدیکمون خونه گرفته. دیگه همیشه پیشمون میمونه. شعله الان هیچ مشکلی با تو ندارم، فقط میخوام با ملک حرف بزنم، همین. از دستتون خسته شدم، جونم به لبم رسیده. خدا روز زمین ورتون داره. ملک نمیشنوی؟ بله. بیا اینجا، سینان دیوونه اومده. چه خبر ریگل؟ محض رضای خدا اسمشو درست صدا کن. امشب حسل خانمو ندیدی؟ ندیدمش. امشب این طرفا بوده، گفتم ازت بپرسم ببینم دیدیش یا نه. من خونه بودم، چیزی ندیدم. باشه عزیزم، ممنون. خیلی خوب، برو بگی بخواب. جوابتو گرفتی یا نه؟ فهمیدی حسل کجا بوده کجا نبوده؟ اونجا بوده اینجا نبوده. حالا بزن به چک، برو ببینم.
منم فکر کردم ایگل باید خبر داشته باشه. منم همین فکر رو میکردم مامان گناه. یه جوری حرف میزنین انگار بچه است. زن گنده است. مامان چند ساعت ازش خبری نیست، نگران نشیم. خب مگه این دختر امروز دروغ جاهده رو نفهمید؟ فهمید دیگه. با این حال چجوری بره خونه سرشو بذاره بخوابه؟ مگه میشه آدم این همه ساعت گوشیشو خاموش کنه؟ پس یه زنگ به جاهده بزن. راستش به ذهنم رسید، اما زن بیچاره مریض بود، سکته قلبی کرده بود. حالا سراغ حسلو بگیریم یه وقت حالش بد نشه. اسم حسلو نیار، بگو برای یه کار دیگه زنگ زدی. ای بابا اینم من بهت بگم. مامان گنوله، میخوای من حرف بزنم ها؟ نه بده خودم حرف بزنم. بله گنول. شب بخیر جاهده خانم. نگران حالتون بودم، گفتم ببینم چطوری. مثل همیشه گنول، تغییری در کار نیست. نمیدونم چجوری باید باهاش کنار بیام. تو رو خدا قصه نخورین، همه چی درست میشه. بعد از این که حرف زدین حسل باهاتون صحبتی نکرد؟ نه زنگ زده نه اومده، هیچی نگفت، گذاشت رفت. خبری هم ازش نیست. شما خودتون رو ناراحت نکنین، یکم به زمان احتیاج دارین هر دوتون. حسل آروم بشه حتما خودش بهتون زنگ میزنه. ایشالله گنول، ایشالله. شب بخیر. شب بخیر. اونم خبر نداره. اگه یکم دیگه ازش خبری نشه دیوونه میشم. امشب تو هم کنار من بخواب مامان. خانم معلم. نمیفهمم چی شده؟ چی میگی؟ اومدم دیگه، اومدم. چی شده؟ کارت خیلی سخته به خدا. خدا بهت قوت بده. اون همه برامون دردسر درست کردی، اون همه مزاحممون شدی. ببینم این تنابا میتونن تلافی کنن یا نه؟ فکر میکنی نمیتونن پیدات کنن ها؟ فیلم کن بذار برم، چنگیز خودت هم بدبخت میکنی. خودم هم بدبخت میکنم؟ من از اول بدبخت بودم. شماها بدبخترم کردین، شماها بیچارم کردین، تازه یاد چنگیز افتادی. ولی چنگیز واسه مهمه، ولی اون قطار داره میره، نگاه کن، براش دست تکون بده. میدونی به چی فکر میکنم؟ به این که به اون کمیسر جونت زنگ بزنم یا نزنم. موندم سر دوراهی. همشون خیلی وقت فهمیدن تو گم شدی. یه دلم میگه چنگیز زنگ نزن، بذار از نگرانی بمیرن. ولی یه دلم میگه چنگیز بهش زنگ بزن،
بگو دیگه به آخر خط رسیدی سینان جونم. اون وقت شاید یکم دلت خنک بشه. الان که بهت گفتم دلم قیری ویری رفت. طاقت ندارم دختر، زنگ میزنم. ها؟ لابد دلت هم تنگ شده. وای وای. نه جست نزن چنگیز. نه تو رو خودت جست نزن. نه بیا مگر نمیزنم دهنت پر خون میشه. تا من نگفتم حرف نمیزنی. سورپرایز رو خراب نمیکنی. حسله؟ نه. الو بفرمایید. سینان جون چطوری؟ بیدارت که نکردم خدای. چی میخوای چنگیز بگو؟ ای بابا چرا اینقدر سرد با حرف میزنه؟ خیر باشه. مشکلی داری سینان؟ گفتم چی میخوای چنگیز؟ یه زنگ نمیزنی حالمو بپرسی سینان جون؟ به خدا اینطوری ناراحت بشم. اومدی گیر دادی به محل کارم، بعد دادی آدمات کتکم زدن. حداقل یه زنگ بزن حالمو بپرس، بگو چطوری چنگیز آخه. چنگیز وقت ندارم به حرفات گوش بدم. چرا نگو قطع میکنم. وایسا بابا. اگه نمیخوای به من حرف بزنی بدم با زنت حرف بزن. چی میگی تو ها؟ زن تو میگم. روبرومه. چه خوشگلم نگاه میکنه ها. تا حالا به چشاش دقت کردی؟ ها تو حتما از زنت شنیدی اسل گم شده، بهانه دستت افتاده داره؟ سینان تو هم که هیچی باور نمیکنی پسر. خیلی سر یه زمانی کمیسر بودی یا؟ خیلی خوب وایسه باشه. شوهرت کارت داره. سینان من اینجام خوبم. شنیدی سینان من خوبم. شنیدی سینان چی میگم؟ بس کن میزنم این کشه به تو. چنگیز همین الان حسلو آزادش میکنی. شنیدی چی گفتم؟ همین الان. ای خودت خواهی خسته نکن کامیسر. فعلا که کنترل همه چی تو دستای منه و این اصلا به نفع زنت نیست. بگو چی میخوای؟ به اون خدا قسم که خودم هم نمیدونم. میدونم که دلم میخواد هرس بخوری کامیسر. کارایی که با هم کردی و یکی از دماغ در میارم. باشه با من مشکل داری. حسلو ول کن. برای چه حسلو ولش کنم؟ تازه داریم به هم عادت میکنیم. آره گفتم تازه داریم عادت میکنیم. اینم بگم که چه زن خوشگلی گرفتی کمیسر. اینا کجا پیداش کردی؟ الحق که خیلی خوش سلیقه. پسر وایسا ببینم. چنگیز بیچارت میکنم. شنیدی چی گفتم؟ پدرتو در میارم. استخوناتم پیدا نمیکنن. چنگیز بهتر شدی؟ دست درد نکنه دخترم. خوبی؟ ممنون. خوبم. چیزی شده؟ چنگیز حسلو دزدیده. خیر باشه ایشالله. کیه این وقت شب؟ چی شده مامان؟ نمیدونم دخترم. خیر باشه ایشالله. حسین بلای سر خودش آورده. آروم باشین جاهد خانم. بشینیم همه چی رو بهتون میگم.
گنول. چی شده؟ چنگیز زنگ زد. حسلو دزدیده. چی؟ چطوری؟ دزدیده یعنی چی؟ مردک لاابالی پول میخواد نه؟ چقدر میخواد؟ هر چقدر پول بخواد بهش میدم، فقط کاری به دخترم نداشته باشه، همین. جاهده خانم، دردش پول نیست، کاش بود. پس دردش چیه؟ این دیگه کیه خدایا؟ تلافی کردن، انتقام، عنوانش زیاد مهم نیست. دلش از هممون پره، داره با حرص قدم برمیداره، بی نقشه بی حساب. این باعث میشه راحت تر دستگیر بشه. من با همکارم توی اداره پلیس حرف زدم. الانم میخوام برم پیششون. حتما یه راهی پیدا میکنیم. بله که پیدا میکنن. پلیس شوخی نداره. چنگیز فکر کرده کیه؟ حقشو میذارن کف دستش. مامان جون خوبی؟ نیستم. الان تونستین درکم کنین یا نه؟ محکوم کردن و سرزنش کردن من خیلی راحت بود. خیلی کنجکاوم بدونم دلیل کارامو فهمیدین یا نه؟ وقتی فهمیدین مرگ ایگل ساختگی بود، هر حرفی دلتون خواست به هم گفتین. هر کاری که کردم برای این بود که این خانواده به این روز نیفته. هر کاری کردم برای این بود که اینجوری دست و پا بسته و بیچاره نشیم. ولی نه، نفهمیدین. همه چیو خراب کردین. کاش گوش میدادین. کاش به جای این که به من درس اخلاق بدین، حرف دلمو میفهمیدین. اون وقت الان بچم دست اون لات بی سر و پا نبود. مامان جون خواهش میکنم آروم باش. یکم بشی. من دخترمو میخوام. من حسلمو میخوام. جاهده خانم تو رو خدا با خودتون اینجوری نکنی. 100% پیداش میکنیم. ببخشید این وقت شب سرزده مزاحمتون شدیم. میشه مامانم اینجا بمونه؟ من باید برم یه جایی آخه. این وقت شب کجا میخوای بری؟ یه دوستی دارم شاید بتونه کمکمون کنه. گفتم یه سر برم پیشش. مامان زود برمیگردم، نگران نباش. خب این کمیسر اخراجیت دیگه خیلی روش زیاد شده بود. سرش میخورد به عرش. برای چی؟ چون پول داره، مقام داره، خرش همه جا میره. خیال کرده منم مثل بقیه‌ام که زیر پا لهم کنه صدام در نیاد. نه خیر، این خبرا نی. اگه اون پول و مقام و پارتی داره، منم یه دل دارم عینهو منقل. دنیا رو آتیش میزنه، دنیا رو. تو میدونستی آره؟ ها؟ هی با تو هم چی شده دختر؟ خوابت گرفته خانم معلم؟ راحتم بذار. تو هم مثل بچه هایی وقتی خوابت میگیره بی حوصله میشی. ببینم چجوری میخوای روی این صندلی بخوابی ها؟ ممنون که به فکرمی. تو منو خوب نشناختی. اگه یکم بیشتر دقت کنی چیزایی پیدا میکنی که احتمالا خوشت میاد. ببین چی میخوام بهت بگم. به نظرت شعله تو من چی دیده؟ راستشو بگو. فکر کردی یا نکردی؟ بگو ببینم در من چی دیده؟ ها؟ خودت گرفتی. باشه بابا. ببین یه فکر بکش دارم. باشه
اونجا یه رخت خواب درست کردم که با هم بخوابیم. قشنگ سفت بغلت میکنم و نمیذارم فرار کنی. ها؟ بچسبیم به هم، سردمونم نمیشه. نکن چنگیز، نکن. ببین من میخوام بخوابم. پیشنهادم هم دادم، یه پیشنهاد ویژه. آی خدا. خط چنگیز و حسل رو دادین کنترل یا نه؟ بله کمیسر، بله. یادتون نره با گوشی خودش بهم زنگ زد. دنبالشن سیگنالش رو پیدا کنم، ولی اگه عقلش کار کنه برای اینکه گیرش نندازیم یا انداخته دور یا از دسترس خارج شه. عکسای چنگیز و حسل رو برای همکارا فرستادین؟ آره فرستادیم. ببین جانر، جاهایی که چنگیز پاتوقش بود و بگردین، از دوستاش بازجویی کنین. حتما یه نفر میدونه کجا رفت. چشم قربان. ببینم ماشین حسل چی؟ پلاکشو دادم به بچه‌ها، دارن میگردن. دیگه جانر دیگه چی کار کنیم دیگه؟ کمیسر تو رو خدا به خودت مسلط باش. ما کارمون رو بلدیم، هر کاری لازم باشه میکنیم. من خیلی دوستش دارم جانر. از همه آدمای تو زندگیم بیشتر دوستش دارم. ولی از وقتی اون دروغو بهش گفتم، یه صدایی از درونم میگه تو لیاقت حسلو نداری. میگه تو لیاقتشو نداری. این صدای لعنتی ساکت نمیشه که میگه لیاقتشو نداری. میگه تو لایقش نیستی. تقصیر تو چیه داداش؟ اون مردک بیمار روحیه. صدای درونم راست میگفت جانر. حسلو تنها گذاشتم، چنگیزو دست کم گرفتم. من لیاقت حسلو ندارم. من لیاقتشو ندارم. لیاقت ندارم. میبخشی که بی موقع مزاحمت خوش شدم. اومدی عزیزم. چه مزاحمتی عزیزم. امری ندارین خانم. نه همینجا وایسا، حواست باشه. خب چی شده؟ چرا اینقدر به هم ریختی؟ پای تلفن یه چیزایی گفتی ولی جزئیاتشو نگفتی. خواهر جان، اون مرد چنگیز دخترمو دزدیده. هیچ نشونه‌ای هم نذاشته. منم اومدم پیشت گفتم شاید کمکی کنی به ما. توکل به خدا، همه جا رو میگردیم. حتما یکی پیدا میشه که دیده باشتش. باید به خودت مسلط باشی. یادت رفته چه روزای سختی پشت سر گذاشتی؟ پسرم، بچه‌ها رو جمع کن. ببین این چنگیز فامیلی، دوستی، کسی داره که دیده باشتش؟ چشم خانم. گنول بگم یه چای بیارن؟ نه از گلوم پایین نمیره، دست درد نکنه. من برم. مادر شوهرمو گذاشتم پیش جاهد خانم، زن بیچاره، یه وقت نگرانم نشه. باش برو به سلامت. ممنون آبجی. خواهش نمیدونم میکنم. چجوری زحماتتو جبران کنم. تو خیلی وقت جبران کردی عزیزم. پسرم گنول خانمو برسون. چشم خانم بفرمایید. نه آبجی لازم نیست. این حرفا چیه؟ برو به سلامت. مامان تو رو خدا نرو. کامبالو نگران نباش، من اینجا فقط یه خواب بد دیدم. میدونی چه خوابی دیدم؟ مامانم توی اتاق تاریک بود، صدای منم نمیشنید. منم بهش میگفتم مامان نرو. خیلی بد بود. اما آقای پیرزن گفته بود خوابا همیشه برعکس میشم.
چنگیز، ای خدا. چنگیز، عمو چنگیز نیست. نیومده؟ نمیدونم، خونه نیست. از دست تو چنگیز، از دست تو. صبح بخیر سرکار خانم. شما شعله یلدیز هستین؟ بله. سینان فرستادتتون اینجا؟ سینان کیه سرکار خانم؟ یه لحظه اینجا باشه. شوهرتون چنگیز یلدیز مظنون به آدمرباییه. باید برای اثبات اظهاراتتون با ما تشریف بیارین. لطفاً حاضر بشید بیاید. چنگیز رو دزدیدن؟ نه خانم، شوهرتون حسل گنشته میز رو دزدیده. مامان. شعله خانم، نه حتما یه اشتباهی شده. یعنی چنگیز همچین کاری نمیکنه. اینا رو تو اداره پلیس بگین لطفاً. بفرمایین بریم. اداره پلیس برای چی؟ چنگیز دیوونه بازی در میاره ولی کسی رو نمیدوسته. خانم محترم، شوهرتون خودش زنگ زده اعتراف کرده. لطفاً مقاومت نکنیم. بفرمایین بریم. باشه. پاتو از خونه بیرون نمیذاری ها؟ خب خیلی خوب بریم. مامانمو دزدیده. اومدم دخترم، اومدم. اینو بدش به من ببینم چی شده دخترم. مامانمو دزدیدن. عمو چنگیز مامانمو دزدیده. حسل؟ آره. میگم چرا خبری ازش نشد. برو تو ببینم. نه، عمو چنگیز مامانمو میکشه. حتما یه بلایی سرش میاره، اذیتش میکنه. این چه حرفیه ملک؟ خدا نکنه همچین کاری نمیکنه. برو تو، بذار به گنول خانم زنگ بزنم. وای خدایا چی کار کنم؟ ممنونم دخترم. آیشان خانومه. الو آیشان خانوم. گنول خانوم، راسته که چنگیز حسل رو دزدیده؟ ملک راست میگه؟ راسته. ببخشید اینقدر درگیر بودم یادم رفت به شما خبر بدم. وای خدا ازش نگذره، ایشالله به زمین گرم بخوره. این چه کاریه کرده؟ کی به شما خبر داد؟
ملک پیشم. پلیس اومدن شعله رو بردن. بچه اینجوری فهمیده یه راست اومده پیش من. دخترم قربونت برم الهی گریه نکن عزیزم، گریه نکن. گنول خانم، بچه عین ابر بهار گریه میکنه. این زن و مرد نذاشتن یه روزی آب خوش از گلوی این بچه بره پایین، ذلیل بشن. الهی ایشالله برن دیگه برنگردن. باشه آیشان خانم، جلوی بچه این حرفا رو نزن، بیشتر قصه میخوره. میشه من با ایگل حرف بزنم؟ بله گنول خانم. دخترم بیا با خاله گنولت حرف بزن، بگیر. خاله پیرزن، مامانم کجا رفته؟ کجا؟ قصه نخور عزیز دلم، گریه نکن، مامانت بر میگرده. ببین اگه قصه بخوری منم قصه میخورم. نگران نباش، مامانت میاد. ولی همون چنگیز. دختر گلم، تو به این چیزا فکر نکن، اصلا ناراحت نباش مامان جان. باشه مامانت بعد از این همه وقت اومد پیدات کرد، بازم برمیگرده، بازم میاد پیشت. آره عزیزم، مامان دخترم برمیگرده. ایگل، ما الان خونه جاهد خانمی ناییم، منتظر خبریم. وقتی خبری شد به خاله آیشان زنگ میزنم بهت بگه. باشه؟ اونم به تو میگه. هیچکس خونتون نیست نه؟ نه نیست. باشه پس یه کاری کن، بمون پیش خاله آیشان. باشه ایگل جان، قول میدم تا خبری شد بهتون زنگ بزنم. باشه عزیزم. الو ایگل. الو گنول خانم، ملک گوشیو داد به منم. بچه ناراحت شد. آیشان خانم، ملک دست شما امانت، مواظبش باشین. شما اصلا نگران نباشین، ایشالله دخترتون صحیح و سالم برمیگرده. بله به امید خدا برمیگرده صحیح و سالم. باشه پس بعداً حرف میزنیم. خیلی ممنونم. بچه طفل معصوم قصه میخوره. دخترم عزیزم، صبونه خوردین یا نه؟ ها؟ برم برات صبونه درست کنم، چی دوست داری ها؟ هیچی، من گشنم نیست، میخوام برم پیش خاله پیرزن. نه دخترم نمیتونی بری، بشین پیش من. باشه عزیزم. من میخوام برم، باید برم. دخترم اونا اونجا منتظرشن، تو هم اینجا پیش من منتظر بشو. خاله گنولم که خودش گفت زنگ میزنه. باشه ما هم به اونا زنگ میزنیم، بهشون خبر میدیم. نه من میخوام پیش اونا منتظرش باشم. دخترم نرو قربونت برم، چجوری بذارم تک و تنها بری تا اونجا آخه ها؟ من میدونم همراه و بلدم، هم تنهایی میتونم برم. اول سوار اتوبوس آبی میشم، وقتی هم رسیدم به مرکز اینطور ملک خانم کارتم داری. وقتی عمو راننده بگه کارتت کو چی میخوای بگی ها؟ از بچه ها کارت نمیخواد. همینجا بشین برم صبونه آماده کنم برات. باشه عزیزم، یه چیزی بخوری بهتر میشی ها؟ الان برمیگردم. خیلی خوب، الان یه نیمروی خیلی خوشمزه براتون درست میکنم ها؟ خیلی خوش شانسین، دیروز از شهرستان برام پنیرم آوردن، پنیر پرچرب. حتما حسن خیلی خوشش میاد. نونم برات سرخ میکنم بخوری. اوه ها اینجوری. تازه یه عالمه مربا هم دارم. مربای گل و توت فرنگی. اینم مربا. دخترم بگو ببینم کدومشو دوست داری؟ آخ دخترم چقدر تو لجبازی آخه. آخ آخ آخ. قربونش برم من حسن من، قربونت برم من، وای شکل ماه تو برم من عزیزم، عزیز دلم. آخ میخوای صبونه بخوری ها؟ گرسنت شده عزیزم؟ آخ ملک آخ، آخ عزیزم.
منتظر چی هستیم چنگیز؟ چقدر دیگه باید صبر کنیم؟ منتظر شوهرتیم. قشنگ هرس و جوش بخوره. بعد هر وقت من بخوام میاد اینجا. اون وقت جلو چشماش راحتت میکنم. اول تو رو میکشم، بعدش هم اون کمیسه رو. ایشالله سینون باشه. ایگل خاله پیرزن، جونم دخترم. مامانمو پیدا نکردی؟ نه عزیزم، پیداش نکردی. تقصیر من شد. نه همون چنگیز به خاطر من از مامانم عصبانی نه عزیزم، تو کاری نکردی. این حرفا چی؟ مگه عمو چنگیز تو نمیشناسی؟ همیشه عصبیه. تو قصه نخور. مامانت میدونه اومدی اینجا. ایگل جون، تو صبونه خوردی یا نه؟ میخوای من و خاله غمزه برات یه صبونه خوشمزه درست کنیم؟ آره خالش، دستتون درد نکنه. اینم در بیار. با خاله هات برو صبحانه بخور. آفرین. این چنگیز چقدر آدم بدیه. همین بچه براش کافیه. باید به شعله خبر بدیم. یکم بمونه، بعدن من یه کاریش میکنم. یه راهی پیدا میکنی. باشه؟